بچه‌ها میخوام گوشی بخرم، تا 20 تومن چی پیشنهاد میدین؟ ببین این گوشی که میگم عالیه، دوربین 40 مگاپیکسل داره، صفحه نمایشش هم خیلی اشتیه. خب قیمتش چنده؟ آفرین، باتری 5000 میلی آمپر هم داره. خب قیمتش چنده؟ بیا دایرکت. من اینو به پیشنهاد میدم، گوشی خیلی خوبیه، قیمتش هم 30 تومنه. خب من پولم به این نمیرسه. ولی 37 نفر از خرید این کالا راضی بودن. بچه‌ها منم یه جا با قیمت خوب میشناسم. کجا؟ یه ماه 100 گیگ 50000 تومان. این وی پی ان اول قطع کنین تا بگم. برو بابا نخواستیم. حتی دسترسی عکسام هم بهم نمیدین. آقا اینو ببرینش بیرون. جون کجا ببرمش؟ نمیدونم بابا، هر جا، فقط سریع. عجله هم داری؟ ببین این فقط یکی ازش مونده. عجب خریا، میگم ندارم. آقا بیا این گوشی واسط پیدا کردم با زیر قیمت بازار 18 تومن. ایول چه خوبه. تو رو با ولش کن بابا، من همینو با تخفیف ویژه دارم 20 تومن. خب تروب که داره ارزون تر میده. ولی من تخفیف ویژه دارم. یه فروشگاه دیگه همینو گذاشت 17 بگیرم برات. آره بگیرش حتما، فقط مطمئنه؟ آره بابا 3 سال توی تورو به امتیازش هم بالاست. یکی واسه من نمیتونی بیاری؟ دادا راننده پیدا نشده، کم بازی کنیم. گوشی من رسید، فقط چجوری باید اپ بریزم روش؟ گوگل پلی که فیلتره. خب از بازار دانلود کن. خب بازار چجوری دانلود کنه؟ خب از گوگل پلی دیگه. بیا یه ویدیو برات پیدا کردم توضیح میده. Grammarly does more than ای بابا با این تبلیغاتت. ای بابا یوتیوب نکن دیگه. اصلا من فیلترم، مشکل داری برو آپارات. مرسی، صبر میکنم. Welcome to my YouTube channel. خب من که نمیفهمم این چی میگه. میگه باید گوشی رو بذاری تو هواپیما، راستش کنی، فشار بدی، خاموش کارخونه. بچا ببخشید خواستم فقط بگم که شما 80% از بسته خودتون مصرف کردین. موفق. ای بابا همین اخیراً گرفتیم، کی تموم کرد بسته رو؟ نخواستیم بابا، فعلا برم شارژر رو هندزفری بگیرم براش. تروب جان، جون تروب، این دو قلم جنس رو هم میتونی جور کنی برام با کف قیمت؟ حل آقا با مایی. آفتا داشت همین پولو میدی تروب که بده به فروشگاه. 10 تومن بده بیا. واسه چی؟ به تو هیچ ربطی نداره.